سرخط مهمترین خبرها. وزارت انرژتیک گفت اهالی باید 10 شبانه روز برق گیرند. جسد یک ساکن اشکاشم را بعد نیم سال یافتند و یک مطرب نابینا را میخواهند در دوشنبه از خوابگاه پیش کنند. درود بینندگان عزیز، هفته نو را برایتان شاد باش میگوییم. با تازه ترین خبرها در خدمت شما هستیم. امروز 16 دکبر سال 2024 است. رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 28 دکبر پیامی سالانه به پارلمان یا برنامه کاری حکومت را در سال آینده شرح می‌دهد. در نظر است که پرزیدنت در حضور وکیلان هر دو پالات پارلمان، اعضای حکومت و نمایندگان سفارتخانه‌های مقیم دوشنبه برآمد کند. دفتر مطبوعاتی مجلس ملی خبر داده است که جلسه یکجای وکیلان هر دو پالات پارلمان صبح 28 دکبر برگزار می‌شود. درباره نکته‌های اساسی پیام امساله پرزیدنت اطلاع زیاد در دست نیست. معمولاً در پی ارائه پیام سالانه رئیس جمهور، تلویزیون‌های رسمی روزها این موضوع را انعکاس کرده گروه‌های ویژه برای فهماندن نکته‌های آن تأسیس داده می‌شوند. امامعلی رحمان در پایان هر سال نتیجه کاری حکومتش را جنببست و برنامه کارش را برای سال آینده اعلام می‌کند. منتقدان می‌گویند وضع تغییر نمی‌یابد. وزارت انرژتیک تاجیکستان گفته است ساکنان در کشور باید در شبانه روز 10 ساعت با برق تامین باشند. نمایندگان این وزارت در صحبت با خبرگزاری از پلوس گفتند موافقه رجب به اهالی باید از صبح از ساعت 5 تا 8 و بیگاه از ساعت 16 تا 23 باید برق داده شود. اما در این روزهای سرد شکایت‌ها از اجرا نشدن همین رژه تعیین کرده مقامات هم زیاده است. بعضی ساکنان شهر دوشنبه که باید شبانه روز با برق تامین باشند میگویند که برق آنها نیز تقریبا هر روز قطع می شود. این هم شکایت یک ساکن ناحیه سینای پایتخت. انا مرحمت انمون چراغ ماشین کدام در گرفته ایستاده است. دیگر گرد و اطراف نهازیر اینجا همه بیناهای بلندشانه هستند. نیست چراغ نیست. انا مختوب این چراغ ماشین انا چنانی که میبینید این محله سیواستوپولسکی چراغ نیست. بینندگان عزیز، در جای زیست شما چند ساعت اهالی برق دارند؟ لطفاً در زیر برنامه با ما نویسید. تامین اهالی با برق در تیر ماه زمستان و بهار یکی از مشکل‌های اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر است که با وجود بنیاد بعضی از نیروگاه‌ها تا حال حل خود را نیافته است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر داده است که جسد یک ساکن 67 ساله ناحیه اشکاشم را بعد نیم سال از آب پیدا کردند. در خبرنامه کمیته آمده است برقبایف کارمند شفاخانه بود و 4 ایون امسال لبلبی جربه خانه برمیگشت ولی بی‌درک شد. با گفته منبع بینشان شدن این مرد همه را به تشویش آورده بود و آدمان میپرسیدند که سبب غرق شدن این مرد چیست. مقامات میگویند جسد این مرد را در نهایت 14 دکبر پیدا کرده به نزدیکانش سپاریدند. این ساکن ناحیه اشکاشم صاحب 6 فرزند بوده است. همه ساله در آبهای تاجیکستان 10 نفر غرق میشوند و جسد نه همه آنها پیدا میشود. از جمله روز 3 نوامبر یک مرد 54 ساله از دهه پیش ناحیه شغنان به جری سرازیر شده به دریای پنج افتاد. نزدیکانش شکایت دارند که کمیته حالت‌های فوق‌العاده برای یافتن جسد این مرد تلاش نمی‌کند. مقامات گفتند ماشین این ساکن شغنان را از دریا برآورده ولی خودش را نیافتند. اسرائیل سفارتخانه خود را در شهر دوبلین پایتخت ایرلندیا بست. گیدیون سعر وزیر کارهای خارجه اسرائیل گفت سفارت این کشور با سبب اقدام‌های ضد یهودی ایرلندیا بسته می‌شود. سعر گفت ایرلندیا در روابط با اسرائیل همه خطهای سرخ را گذشت. ماه می امسال ایرلندیا همراه با اسپانیا و نروژ استقلالیت دولت فلسطین را رسما اعتراف کرد. این تصمیم سه کشور اروپایی ناراضگی اسرائیل را در پی داشت. اینچنین هفته گذشته ایرلندیا به دعوا درباره نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه همراه شد. آفریقای جنوبی از بالای اسرائیل به دادگاه بین المللی سازمان ملل دعوا کرده تل اویو را به نسل‌کشی فلسطینی‌ها در غزه متهم کرد. اسرائیل این دعوا را رد کرد. دادگاه گاگا این دعوا را قبول کرد اما بررسی آن میتواند سالها طول کشد. خدمات اجرایی تاجیکستان با دعوای دانشگاه بین المللی زبانها میخواهد یک نابینا را از خوابگاه بیرون کند. موزون غفورزاده میگوید که در این زمستان سرد نمیداند با فرزندانش به کجا رود. ادامه موضوع در گزارش همکارانم عبدالغنی عبدالوهاب و امیر اسایف. دیار نازنین من وطن وطن وطن. این مطرب نابینا شکایت دارد که او و زن و 2 فرزند خردسالش را
میخواهند در این زمستان سرد از خوابگاه دانشگاه بین‌المللی زبانهای خارجی تاجیکستان بیرون کنند. امسال 2 سال می شود که از طریق سعودی معلمه مانا تحت فشار قرار میتیم. اویلم نیست تحت فشار. حاضر و من مهلت دادن تو منمی یک چند هفته یک یا 1.5 هفته همی قدر. در دانشگاه زبانهای خارجی تاجیکستان که خوابگاه به آن تعلق دارد روز 12 دکبر کسی حاضر نشد در این باره صحبت کند. موزون غفورزاده در خوابگاه دانشگاه زندگی دارد که کارمند یا دانشجوی آن نیست، ولی به گفته همصحبت ما 12 سال پیش در پی مراجعتش به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان او را در همین خوابگاه جای دادند. ما با رکتورایی که آن وقت سری وظیفه بودن همدیگر فهمی داشتیم. من در تمام چاره‌بینی‌های دانشگاه و یا خوابگاه در تمام جشن و مراسم‌ها همچون صنعتکار خدمت می‌کردم و یا که هنرمندا رو می‌آوردم. در وزارت فرهنگ روز 12 دکبر گفتند سال روان برای موزون غفورزاده در یکی از خوابگاه‌های خود حجره جدا کرده بودند. اما با گفته غفورزاده منزلی که وزارت برایش جدا کرد خرد بود و بنابراین آن را قبول نکرد. اما خانه‌ای که به من پیشنهاد کردن حاجت خانه و یا وانه ندارد. من که صنعتکار هستم، اسبابای موسیقی دارم و یا با همین قدر بار و بخچه در یک خانه 3x3 و یا آن هم وانه و حاجت خانه ندارد. تا کجا امکان دارد که من در اونجا رفته زندگی کنم؟ غفورزاده حالا میخواهد به او امکان دهند که تا تابستان در خوابگاه بماند. وی میگوید با وجود گرفتن نفقه معیوبی و در 2 جای کار کردن امکان زندگی در خانه اجاره را ندارد. با گفته حقوقشناس دلیر قربانوف ماده 39 کنستیتوسیای تاجیکستان کفالت اجتماعی شخصان معیوب را پیش بینی کرده است و از این رو هنگام قبول قرارها باید منفعت‌های آنها به نوبت گرفته شوند. در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپا کوچانیدن در فصل زمستان منع است. گرچنده در قانونگذاری تاجیکستان چنین مقررات وجود ندارد، پرینسیپ‌های انسان دوستی و حفظ اجتماعی باید رعایت شوند. جامعه شناس بهرون نصورова میگوید قشری که دارای امکانیت‌های محدود میباشد همیشه به دستگیری نیاز دارد، چون به گفته نصورова نیازهای این قشر نسبت به آدمان سالم بیشتر است. چنین گروه آدمان بیشتر حساس هستند. با اینها کمتر مناسبت درست‌تر کردند. با اینها با این گروه کمتر مهربان‌تر بودند در کار تا که آنها در جامعه خودشان شخص نادرکار احساس نکنند. طبق آمار رسمی در تاجیکستان نزدیک به 160,000 معیوب یا شخصان امکانیتشان محدود ثبت شده است. وکالتدار حقوق انسان یا خود امبودسمن تاجیکستان سال گذشته در گزارش گفته بود که معیوبان در کشور با مانع و دشواری‌های زیاد روبروند. با خاک توست کشت من. پلیس ایران پرستو احمدی سراینده که بدون حجاب سرود خوانده بود از بازداشت رها کرده است. این سراینده روز 11 دکبر در صفحه‌اش در یوتیوب سرودخوانی‌اش را بدون حجاب نشر کرد. در ایران این عمل جنایت حساب می شود. پلیس ایران خبر داده است که پرستو احمدی پس از کارهای فهماندهی رها شد. در صفحه یوتیوب آن نوار سرودخوانی‌اش را که روز 11 دکبر نشر شد بیش از 1.6 میلیون بار دیدند. او بدون حجاب و با لباس بی آستین در صحن حوله با چند نوازنده ولی به
حضور تماشابین سرود میخواند. در شبکه‌های اجتماعی این کاری او را قهرمانی و جسارت نامیدند. پرستو احمدی سال 2022 نیز برای طرفداری از اعتراض زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. ایران که بیش از 40 سال باز جمهوری اسلامی اعلان شده است، بی‌حجابی را جنایت می‌داند. چند سال اخیر زنان ایران با اعتراض به حکومت از پوشیدن حجاب خودداری می‌کنند. بنا به عکس‌های نوی ماهواره‌ای به نظر می‌رسد روسیه بخشی از تجهیزات نظامی خود را از پایگاه هوایی حمیمین در سوریه بیرون میبرد. تصویرها را شرکت مکسر روز 13 دکبر نشر کرد. طبق آن دست کم 2 هواپیمای باربر در پایگاه حمیمین دیده میشوند. با گزارش رایترز این 2 هواپیما نوع ان 124 هستند که اساساً برای انتقال بارهای وزن استفاده میشوند. مکسر نوشته است در تصویرهای نوی ماهواره‌ای چرخبال K52 و بخش‌های نظامی دفاعی S400 نیز به چشم میخورند. روسیه در سالهای اخیر برای پشتیبانی از حکومت بشار اسد در سوریه حضور نظامی داشت. حکومت بشار اسد روز 8 دکبر سال 2024 سقوط کرد. 7,500 سرباز و افسر روسیه در 2 پایگاه ترتوس و حمیمیم سوریه جایگیر بودند. چند روز پیش در تصویرهای ماهواره‌ای دیده شده است که کشتی‌های نظامی روسیه پایگاه ترتوس را ترک می‌کنند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 دکبر را فرا می‌گیرد. با یک قرار پرزیدیوم عالی تاجیکستان شوروی از 16 دکبر سال 1960 شهر نورک تأسیس شد. پیش از این در این مکان ساختمان نیروگاه برق آبی نورک آغاز گردید که ضرورت بنیاد شهر انرژتیکا را در نزد این نیروگاه کلانترین آسیای مرکزی به وجود آورد. در بنیاد شهر نورک متخصصان از تمام اتحاد شوروی اشتراک کردند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه دکبر سال 2018 از افزایش شمار زنان تنفروش خبر دادند. شمار زنهایی که از راه همخوابگی با مردان پول به دست می آورند نه کمتر از 6,000 نفر بوده. تعدادشان تا رفت بیشتر می شود. اکثرشان 18 تا 30 ساله می باشند. گاهان نابالغان هم برای تنفروشی پا می گذارند. مشکلات اقتصادی و بیکاری را کارشناسان علت اصلی افزایش تنفروشی در جامعه سنتی تاجیکستان می نامند. روز 16 دکبر سال 2016 در سن 61 سالگی اسماعیل طالباکوف رئیس حزب کمونیست و 2 دفعه نامزد به مقام پرزیدنت تاجیکستان درگذشت. او از سال 1983 در کارهای حزبی سطحی ناحیوی کار کرده. در دوره استقلالیت مدت طولانی معاون رئیس حزب شادیش عبدالوف بود. ریاست طالباکوف در حزب کمونیستی نیم سال دوام کرد. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 109 سومانی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را برای ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.